هیچ شادی نیست اندر این جهان، هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. پند و نصیحت‌های رودکی دردانه‌های تابناک گنجینه حکمت خلق ما را تشکیل می‌کنند. آنها برای پاکی اخلاق، کوشش کار، خدمت به خلق، مدافعه آب و خاک وطن عزیز و رخشن گرداندن دلها خدمت می‌کنند. با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. در بهز خود نظر مکن غصه مخور، در کمز خود نظر کن و شاد بزی. به عقیده رودکی برای انسان تنی صحت، فعل و اطوال خوب، نام نیک و خیرات خیلی ضرور است. هر آن که این 4 نعمت الهی را دارد انسانی کامل است. 4 چیز مرا زاده را ز غم بخبرد: تنی درست و خوی نیک و نام نیک و خیرات. هر آن که ایزیدش این هر 4 روزی کرد سزد که شاد زید جاویدان غم نخبرد. در حقیقت کافی از سالار ادبیات فارس و تاجیک آدم و شعرا استاد ابو عبدالله رودکی توانست که در دوره حکمرانی سامانیان بزرگ شعر فارس و تاجیک را به قالب نظم درآورد. عرب‌ها که در خلافت از ولایت شعر خود می‌گفتند، شعر استاد رودکی و این ولایت‌ها جواب کامل گفت.